سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به یک ویدیوی آنباکس کینگ 25 چالش چشم بسته. بچه ها ببینید این چالش قوانین مجازات هم داره. به ازای هر اشتباه 10 بار دور خودم میچرخم. بچه ها این چالش یه قوانینی داره. قبلش چنل رو سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن و کامنت انگلیسی بذار ثبات نپره. زنگوله رو آل کن که هر وقت من ویدیو گذاشتم یوتیوب بهت خبر بده که کارنجیه ویدیو گذاشت. ما همونم زدیم، خوشگل شدیم. بچه ها ببینید من چشممو میبندم. مثلا یک کارت، این یک کارت وینیسیوس جونیوره. بچه ها خب اگه باز میکنیم من اول اینجوری میکنم، خودم پشتشو میبینم، بعد بشم خودم پشتشو میبینم. مثلا این پریمیوم توتی رئال مادریده. مثلا میگم وینیسیوس، والورده یا رودریگو. اگه من 4-5 تا بازیکن میگم هر کدوم تو گزینه‌ام بود این قبوله. درست هست بزنم قبوله. اینجوری میکنم که اول پشتشو میبینم، بعد چشممو میبندم، بعد حدس میزنم دیگه. تو این ویدیو باید تمام بازیکن‌ها رو بشناسم. نشناسم کارم تمومه. بچه ها قبلش یادتونه گفتم کینگ دی صورتی و بنفش داشتیم؟ اینا رو اینجا آنباکس میکنیم. یه دونه هم قرمز و آبی رنگ داره. خب بچه ها بریم سراغ آنباکس. اول با صورت رنگ شروع میکنیم. خب پای آدمک در گران های بازی. کارت لیونل مسی با اوورال 89. کارت فدریکو والورده با اوورال 86. برچسب میلاد محمدی، برچسب محمد محبی، دوتا ایرانی در آوردیم و برچسب مینی فیگور جیاو فلیکس. خب چسبوندیم. بریم سراغ کینگ دی بنفش رنگ. پایش شکسته. گم زدم تو پایش. برو توش دیگه. شکست. به درش مهم نیست. کارت لوئیس سوارز با اوورال 89. کارت لاوتارو مارتینز با اوورال 85. برچسب کاسمیرو و برچسب کریستیانو رونالدو با اوورال 86. بچه من کارتش هم دارم، هم کارت مسی رو دارم، هم کارت رونالدو رو. کینگ دی 25. خب برچسب مینی فیگور الکساندر آرنولد. خب چسبوندیم. بریم سراغ بسته قرمز رنگ. خب کارت مارکینیوش با اوورال 72. کارت لیونل مسی. چقدر لیونل مسی در میاد. خودم مسی فنم.
بچه ها دوباره برچسب رونالدو و برچسب حسین با اوورال 80. برچسب مینی فیگور پدری. خب بریم سراغ آبی رنگ. کینگی آبی رنگ. برچسب جود بلینگا. برچسب رافینیا. کارت کوین دبروینه. کارت آلیسون بکر. بچه اوبیدالش 48. ببینید اینجا نوشته 48. پاور 48. چقدر کمه مگه میشه؟ کوین دبروینه 90. خب برچسب مینی فیگور میتروویچ. خب بچه ها رسیدیم سراغ اصل مطلب. بچه ها همونطور که میبینید ما یه چشم‌بند خوشگل داریم. خب شروع میکنیم با بسته بنفش رنگ با عکس وینیسیوس. خدایا خودت رحم کن. خب بچه ها پریمیوم چی بود؟ پریمیوم ورلد کاپه. الان شما دارید میبینید پریمیوم ورلد کاپ کی میتونه باشه؟ بچه ها یا وینیسیوسه یا رودریگوه یا تونی کروسه یا فدریکو والورده است. بریم که کیه؟ کارت زینالدین زیدان با اوورالی 99. کارتای ورلد کاپ عجب اوورالی دارن. بهترین کارت بود ولی باید مجازات عمل کنه. بریم سراغ اون یکی کارت. پشتش بیسیک فوروارده. بچه ها یا محمد صلاحه یا لوئیس دیازه یا نونیزه دیگه. بریم که ببینیم که محمد صلاحه. بالاخره درست گفتم. بریم برچسباشو ببینیم. برچسب ریوالدو. برچسب کیسی نمیشناسم. بچه ها باید مجازات بشم. 10 بار دور خودم میچرخم. باید برم سراغ مجازات. اینو در میاریم میریم سراغ مجازات. 10 بار دور خودم میچرخم. خب بچه ها ما اومدیم سراغ مجازات. اینجا یک صندل داریم. من از اینجا شروع میکنم میشمرم. کاتم نمیکنم این ویدیو رو. 10 بار میشمرم دیگه. بریم 1 2 خدایا خودت رحم کن. بریم بزن بریم 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 یا اول پس 8 وای 9 10 یا وای سرم گیج میره. خب بچه من انجام دادم. قلبم گرفت. خب
خب اینا رو بذاریم این ور، بریم سراغ پک بعدی. شانس آوردیم تو این پک یکشو درست گفتم. خب بریم بعدی. خب نوشته گود نایت، دیده نمیشه. خب بریم سراغ بسته سبز رنگ با عکس مایک مانیان. بریم ببینیم. خب پای مینی فیگور آدمک. خب بچه ها من پشتشو میبینم. بیسیک منسیتی، بیسیک میدفندر، هافبک منسیتی. ببینید بچه ها، هافبک منسیتی یا رودریه یا کوین دیبروینه است یا کوواچیچه یا هم سرخی آگوئرو. من فقط این سه تا رو میشناسم. بریم ببینیم. فیلیپس بود. وای این جزو گزینه هم نبود. وای خدایا نه. خود چرا فیلیپس به مغزم نیومد؟ این چیزه. خب بچه ها کارت رویال کاناتا بود فکر کنم. ناکاتا. بچه ها چون من این پک رو یه بار باز کرده بودم و متاسفانه این پک تکراری بود. آخه این چه شانسیه. این گمشین آشغال ببینم. ناکاتا کدوم خریه؟ یکشو غلط حد زدم. بریم سراغ مجازات. خب بچه ها من اومدم. بریم 10 بار بچرخیم. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خسته شدم، خیلی خسته شدم. خب بچه ها ما اومدیم انجام دادیم مجازاتو. بریم سراغ بسته صورتی رنگ. اینو بزن. کارت پریمیوم بلندوره، خودش هم رئال مادرید. خدا اینو درست حد بزنم. خدایا خودت کمک کن. خدای من فقط به تو ایمان دارم. به من رحم کن. من آدم خوبیم. رئال مادرید کارت پریمیوم بلندور. بچه ها فکر کنم زیدانه، چون من تو یوتیوب میدیدم. فکر کنم زیدانه اگه بلندور باشه. یا زیدانه یا وینیسیوس. رودری توپ طلا رو برنده شد ولی حقش نبود، باید وینیسیوس برنده میشد. یا وینیسیوس یا زیدان. کورت صدر سرخیو راموس. بچه ها من اصلا نمیدونستم این صده. کورت صد سرخیو راموس، عجب شانسی. واه برچسب لنو، برچسب باستونی.
خب اون یکی کارت اتلتیکو مادرید بیسیک فوروارد ببین یا آلوارزه یا منفیس دپایه. یکی میتونه باشه منفیس دپای دیگه. بچه کی میتونه باشه؟ یه دقیقه یه دونم حدس بزنم. آنتون گریزمان، منفیس دپای، آلوارز. گریزمن. من گریزمنو گفتم. آخه گریزمن بچه گریزمن داخل هافبک نیست. حالا شاید من غلط تصور کردم ولی کارت صد راموس خیلی خفن بود. بهترین کارت تا حالا این بوده. راموس دیدم که درست حد زدیم ولی راموس حدس نزدیم و باید مجازات بشیم. بزن بریم بچه ها. من اومدم بریم سراغ مجازات. یک دو سه. یک دو سه چهار پنج شیش هفت بکوب اون لایکو 8 9 و 10. آی سلامی دوباره ما اومدیم. خب بچه ها بریم سراغ بریم سراغ بسته قرمز رنگ. بسته آخر با عکس کوین دبروینه میگه لایک کن. بس لایکو بزن، چنل رو سابسکرایب کن، کامنت انگلیسی بذار که ثبات نپره. بچه ها این نیاز نیست. کارت کلوب بارسلونا عجب شانسی. اینم بهترین کارته بچه ها. این دیگه حد زدنی نبود چون پشتشو نگاه کردم نوشته بود کلاب. نه خب اینم کارت خوبی بود. برچسب با دیاشیل نمیشناسم و برچسب کاناوارو. رنگی رهنمای بازی. خب بیسیک دفندر. بچه ها این یا ژورکنده است یا کوبارسیه یا بلاده یا رونالد آراخوه، مارتینز، پویول. دیگه خیلی من حد زدم. بریم ببینیم کیه. ژورکنده. درست حد زدم با اوورال 84 و اینجا مجازات نمیشیم. بریم اینو بچسبونیم. ولی کارت کلاب بارسا خیلی خوب بود. این مخصوص بارسا فناست. من خودم بارسا فنم. بارسا فنا. تو کامنت ها بنویسید بارسا فن یا رئال فن. کامنت ها رو بهتره کنم. خب بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو تماشا کردی. امیدوارم از این چالش و مجازاتی که من شدم لذت برده باشی. به حد کافی مجازات شدیم. بعضی کارتا رو حد زدیم، بعضی کارتا رو اشتباه حد زدیم. دیگه
نمیتونستم دیگه، مخصوصا این فیلیپس که کارت تکراری بود خیلی بد بود. بچه امیدوارم لذت برده باشید از این ویدیو. بچه فردا یک آنباکس داریم، پنجشنبه. امروز چهارشنبه است، پنجشنبه فردا ساعت 12 آنباکس کیم دی 25 آبی کمرنگ با عکس مسی، مخصوص مسی فناست. خودم هم مسی فنم. تو کامنت ها بنویسید رونالدو فن یا مسی فن، کامنت ها رو بتره کنو. خب بچه ها شب یلدای تک تکتون پیشا پیش مبارک. تا یه ویدیو انباکس دیگه، خدا نگهدار.